توسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه برای داخل شدن به بهشت. قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه عارفوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه عارفوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه معال السبتين جلد دو معال السبتين مازندرانی جلد دو حدیث نقل میکنن روز محشر که میشود خدای منان بر گناهکاران سخت میگیره. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی برو تو بهشت بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای ما تو صحرای محشر گیری به داد بره. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی برو تو بهشت بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای ما تو صحرای محشر گیری به داد بره. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی برو تو بهشت بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای ما تو صحرای محشر گیری به داد بره. فاطمه زهرا میفرماید یا علی برو به بابام بگو حالا دستای پسرم عباس ها برمیدارم. کفانا لعید هذا المقام یدان المقطوعتان من ابن العباس زهرا فرمود پسرم. بی خودی نگفت دادا زهرا گفت پسرم که گفت دادا. مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه عارفوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه عارفوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه ولباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه. بینندگان گرامی، در صحیح گرانقدر امام مسلم نیشاپوری رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر و خادم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: آتی باب الجنة یوم القیامة فاستفته فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. روز قیامت کنار دروازه بهشت می آیم و می خواهم دروازه گشوده شود. ملک دربان می گوید شما کی هستی؟ می گویم محمد. فرشته عرض می کند امر شدم که دروازه را برای شما گشوده و قبل از شما این دروازه را برای هیچ کسی نگشایم. بینندگان گرامی، چنانکه در حدیث شریف متوجه شدید، اولین کسی که دروازه بهشت به روی ایشان گشوده خواهد شد و وارد بهشت می شود رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و قبل از ایشان دروازه های بهشت برای هیچ احدی گشوده نخواهد شد. اما کتاب‌های معتبر شیعه که این حجت الاسلام غالی و افراطی این سخنان را از آن نقل می‌کند چنان می‌پندارند که فاطمه رضی الله تعالی عنها قبل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد بهشت می‌شود و تنها به این گزافه‌گویی‌ها اکتفا نکرده بلکه ادعا می‌کنند که خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای داخل شدن به بهشت نعوذ بالله زهرا را به فریاد رسی می‌خوانند و به او متوسل می‌شوند. الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا. بیشک الله کسانی را که او و پیامبرش را آزار می‌دهند در دنیا و آخرت از رحمت خویش دور می‌کند و برایشان عذاب خار کننده‌ای آماده کرده است.